تا حال ایران اصرار میکرد اول ایالات متحده باید تحریمات جاری کرده رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ را بردارد، سپس تهران به سازش سال 2015 برمیگردد و غنیسازی اورانیوم را باز می‌دارد. اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به CNN گفت ایران آماده است با میانجیگری جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اقداماتی طرح‌ریزی شده و هماهنگ شده از هر دو طرف را بپذیرد. واشنگتن حالا به این پیشنهاد جواب نداده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه هفته گذشته گفت ممکن است آمریکا به سازش اتمی برگردد. اگر ایران تمام عهدهایش بر اساس سازش اتمی را اجرا کند، امریکا عین کار را میکند. با وجود تغییر لحن نسبت به ایران در عهد جو بایدن تنش‌ها بین دو طرف کم نشدند. هواپیماهای بمب افکن B-52 هفته گذشته در خلیج فارس پرواز کردند تا به گفته ارتش ایالات متحده نشان دهند که امریکا امنیت در منطقه را نگه می‌دارد. پیشتر از این ایران گفت 17 کیلو اورانیوم غلیظ 20% حاصل کرده است که با اندک کارکرد دیگر می‌توان آن را برای ساخت بمب اتمی استفاده برد. به اعتقاد امریکا ایران میتواند در 3 یا 4 ماه مواد لازم برای ساخت یک بمب اتمی را تولید کند. اسرائیل روز سه‌شنبه گفت شاید به ایران 6 ماه لازم شود. رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ سال 2018 امریکا را از سازش اتمی خارج کرد و تحریمات اقتصادی به ضد آن را برگرداند. حالا همپیمان‌های اروپایی سعی دارند ایالات متحده را به سازش برگردانند. چین و روسیه طرف‌های دیگری سازش نیز همین را می‌خواهند. در اروپا امیدواری زیاد است که سازش اتمی با ایران را احیا کردن ممکن است. اول اینکه از نظر احترام عهدهای بینالمللی و مدیریت جهانی، دوم حالا امکانی خوبی برای برقرار کردن سازش وجود دارد. منتقدان میگویند قصد حکومت بایدن برای بازگشت به سازش کاری خطاست. خاور میانه سال 2021 دیگر خاور میانه سال 2015 نیست که سازش به دست آمد و حتی سال 2018 نیست که امریکا از آن بیرون شد. مهم آن است که ایران سازش را جداً پایمال میکند. ایران امیدوار است با استفاده از وقت توانایی اتمیش را قوی‌تر میکند و حکومت بایدن را مجبور میکند هر چه زودتر به سازش برگردد و تحریمات سبکتر شود. رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ با اعمال تحریمات سخت‌تر راه فشار حداکثر به ایران را پیش گرفت، راهی که به گفته مورد زوری بیهوده است. چاره‌هایی که به تمام مردم تأثیر می‌رسانند نتیجه برعکس می‌دهد و به کشور چون امریکا برای نائل شدن به هدفهایش کمک نمی‌کند. با گفته دیگران تحریمات ثمر دادند. برای فشار حد اکثر وقت نرسید که نتیجه دهد. محاسبات سیاسی تهران و واشنگتن را انتخابات آینده‌ای ریاست جمهوری ایران در ماه ایون پیچیده‌تر کرده است. رئیس جمهور حسن روحانی زیر فشار روحانیان محافظه‌کار مانده است که می‌خواهند ایران از سازش کاملاً دست بکشد. برای همین روحانی زیر فشار است که نتیجه را زودتر به دست بیارد. اروپا گفته است که برای برداشتن تحریمات به ضد ایران با امریکا گفتگو دارد.